مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان از جلوگیری شدن موردهای نو قاچاق محصولات در مرز تاجیکستان و ازبکستان با ولایت بادکند خبر داد. از قاچاقبران 32 بخاری برژویکا، 250 قوطی شامپون و 3 تن ماهی یخ مصادره کردند. مرزبانان قرقیزستان قبلا درباره پیشگیری شدن کوشش‌های قاچاق انگور و ریگ، بلوک‌های گازی و بتونی، قند و لیمو و جواری مکه در مرز با تاجیکستان خبر داده بودند. بنا به گزارش مرزبانان قرقیز، مرزبانها از اتریاد حیدرکان روز 14 اکتبر در موضع قندی نویه قدمجوی ولایت بادکند یک ماشین خوندای پورت را منع کردند. راننده ماشین میخواست از ازبکستان به طور قاچاق 32 پیچک برژویکا را به قرقیزستان وارد کند. روز 15 اکتبر مرزبانان اتریاد لیلک ماشین مرسدس بنز تحت اداره شهروند قرقیزستان سال تولدش 1993 را منع کردند. از بردن این ماشین 250 قوطی شامپون یافت شد که راننده میخواست به طور قاچاق از تاجیکستان وارد کند. همچنین روز 16 اکتبر در حدود دهه ژشتق نویه لیلک مرزبانان باز یک ماشین بارکش تحت اداره شهروند قرقیزستان سال تولدش 1990 را منع کردند. راننده میخواست به طور غیر قانونی 3 تن ماهی را به قلمرو تاجیکستان گذراند. گفته می شود در اطلاع مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان، قرقیزستان از 22 می در پی مناقشه خونین آخر ماه اپریل مرزهایش را با تاجیکستان بست و روی شهروندان و انتقال محصولات را اجازت نمی دهد.